میکروفون. الو یک دوست بفهم بیرون وقت مردم گرفتیم. بفهم. آقا ما کی از دست ایشون یه نفس راحت میتونیم بکشیم؟ هر جای ایران من میرم این بالا میشه میاد همونجا. خب برای اینکه همه جا ایران دوستش دارن همیشه هم هست. بریم حسن ریبندی. سپاسگزارم، ممنونم. حسن جان یه ذره کنارتر بیس لطفا، ما اینجا کار داریم. بینندگان عزیز شبکه 2 سلام، عید همتون مبارک. من خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو پیدا کردم بیام شما رو نجات بدم از دست این عزیزانی که اینجا. ما توضیح نمیدیم براش که کجای این دکور فرو میره. بیا اینجا وایسا لطفا. اینجا اگه وایسی میری پایین. چه سیبیلای باحالی داری. خواهش من قابل نداره. خب خدا ان شاء الله قسمتت کنه. زنده باشی. نه اتفاقا سیبیل که مردونگی به سیبیل نیست. باشه حالا اینش هم داشته باش، حالا باقیش میاد خورد. آقا ما بریم. بریم کجا؟ شما بفرمایید. نه باشین اصلا من کاری با کسی ندارم. آقا میخوایم با حمید هم خداحافظی کنیم. بذار با حمید خداحافظی کنیم، ما میمونیم پیشه. این همه خواننده خوب ما داریم، شما باید بهترینشو بیارین امشب اینجا. دیگه همینه. تعریف کردم یه لحظه خوشگل رفیق حسن ریوندی قدیمی من بزنید. چاره‌ای نداریم، ایشون هم به 10-15 سال داریم تعاملش میکنیم. حسن جان خیلی خوشحال شدم. قربان شما. تبریک میگم. ای عاشقان دل را چراغانی کنید، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنید. معشوق من بگشوده در روی گدای خانه‌اش، تا سرکشم من جرعه‌ای از ساغر و پیمانش. بزم است و رقص است و طرب، مطرب نوایی ساز کن، در مقدم او بهترین تصنیف را آغاز کن. خب بس دیگه نمیخونم، فقط میخواستم روتو کم کنم که فکر نکنید خواننده اینجا. آقا جونم. آدم درسشو ادامه بده خوبه نه؟ درس بخونه، شما بمون کارت دارم. چه کد شبا تو من ست کردی درسته؟ آره دیگه. شما بفرما خونتون. برو خونتون دیگه. باریکلا. من خداحافظی اینجا مواظب خودت باش که خداوند صبر بده بهتون لحظاتی که حسن ریوندی بر صورت اینجا در خدمتم. برای اینکه من یه دفعه حسن ریوندی یه دست یواش براش بزنید پرو نشه. یه دفعه حسن یه چیزی گفت، این آویزش گوش من بود درباره درس خوندن. یه توضیحی داد، من دیدم آقا درس خیلی فایده داره، یعنی رو کوچیکترین چیزا اثر داره. آقا گفتی چی بوده اول ژلوفن؟ ژلوفن چی بوده؟ ژلوفن چی بوده اول؟ رفته داروخونه، به دکتر داروخونه میگه قربان ببخشید اسید استیل سالیسیلاک دارید. دکتر داروخونه گفت منظورت همون آسپرینه. گفت آخ لعنتی همیشه اسمشو فراموش میکنم که اسم به اون دور درازی رو تو فراموش نمیکنی. حالا تشویق بکن. ببین این شوخی‌ها تک تکش هر کدومش شمایید که حال میدید به شوخی‌ها. به من میگه میدونی ژلوفن چیه؟ گفتم نه. گفت ژلوفن همون پاستیلیه که درسشو ادامه داده. بفرمایید. من موندم چرا منو دعوت کردم. خودش فیلم قیافتم خیلی شبیه کمدینای دهه 20 40 20. آره. چی کار کنیم حالا؟ الان دوست ندارید آقا واقعا یک برنامه خاطرات قشنگ کامل بشنوید از آره یه خاطره از آقای فخر بخش بگم. آقای فخر بخش میگفت یه روز داشتم شنای قورباغه میکردم، لک لک اومد منو خورد. فکر کردم واقعا قورباغه اصلا تعجب میکنم. خیلی خوب. اما شکیبا میگفت حسن برای خارج شدن از بعضی واگن‌های مترو باید شنای قورباغه بلد باشی، ولی وسط جمعیت خفه میشی. خب من چیکار کنم؟ برای چی منو دعوت کردید؟ میخوام ببینم روی نوع حرف زدن من کار نکردی. حرف زدن ببینید صداها سبک‌های مختلف داره. صدای رزونانس، آلورینگ، صدای دیپ، هارش. صدای هارش صدای آزاردهنده است، مثل صدای تو مثلا. صدا آره شما رو مخ ما جا داری البته. خواهش میکنم. چون بنی آدم رو اعصاب یکدیگرن اخیراً با وضعیت همینه دیگه. آره آقای فخرشاه چقدر مظلومه. شبیه اون گربه تو فیلم دهکده حیوانات نیست؟ خدای نگاش کنید، بخند، نگاه به مردم بکن. خدای خیلی واقعا خوشم میاد از چهره‌هایی که میشه آدم تداعی کنه که کجا دیده اینجا. وای خدای من، آقای فخربخش چقدر امشب زیبا شدی. خدای من. حتی دوستان آدمای در مورد واقع مثل اینو زیاد دیدن بازم عادی براشون نیست این کارش. براشون عادیه اونا. آقا من یه پیشنهاد بدم حسن. جونم عزیز. ما چون برنامه‌مون خیلی روز ساختار بحث برای بچه‌های خواننده و موسیقی بوده،
و چون مردم هم اینجا تعدادشون زیاد شده، بیننده ها هم قطعا دوست دارن که صداهایی که شاید ما تو برنامه‌مون دعوت نکردیم رو در حقیقت شما با اون صدا معمولا در این فصل از سال نه صدای موسیقی در ماه اکتبر و همزمان با بارش‌های موسمی موجودات مخوفی دیده می‌شوند که در شبکه 2 برنامه اجرا می‌کنند.